امام زمان خیالی، هادی کل. و در میان همه ائمه جامع جمعی همه صفات جلال و جمال و کل الکل همه صفات، مخصوصا برای اونایی که گیر میکنن دیگه نمیدونن چه کار کنن، کار به استخونشون میرسه، حیرت من جمیع الجهات در همه موضوعات گاهی پیدا میکنه آدم، یا در هر جایی که شما حیرون شدید دیگه نمیدونید چه کار کنین، هدایت در دست اون کسی است که یهدی الله لنوره من یشاء. وقتی گیر میکنی هر جا، تو هر چیزی که راه گم کنی، کار مهدی هدایت است. مهدی یعنی زیربنای هدایت، یعنی اون هدایت شده ای که تمام امر هدایت در او خلاصه شده و هادی اوست. و هادی اوست. حاج آقا، مهدی اسم مفعول است به معنی هدایت شده، یعنی الله متعال او را به راه راست هدایت می کند، نه اسم فاعل به معنی هدایت کننده، بلکه هدایت کردن فقط و فقط در دست آن ذاتی است که خالق تمام موجودات است. الله متعال از زبان موسی علیه السلام می فرماید: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسی گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را هستی بخشیده و سپس آن را در راستای آن چیزی که برایش آفریده شده هدایت کرده است. و از معبودان غیر الله صفت هدایت را نفی می کند و برای ذات اقدس خود اثبات نموده می فرماید: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند سزاوار پیروی است، یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ و حتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این صفت یعنی هدایت کردن را نفی نموده و می فرماید: لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. هدایت آنها بر عهده تو ای محمد نیست، ولی الله هر که را بخواهد هدایت می کند. و می فرماید: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ای پیامبر، تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی، بلکه الله هر کس را که بخواهد هدایت می کند و او به هدایت شدگان داناتر است. پس چگونه امام زمان خیالی شما دارای این صفت است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که از او و از تمام مخلوقات افضل و برترند چنین صفتی را دارا نبودند؟